لازمه این که دین همه بعدی هست این نیست که حتما این احکام باید به دست فقیه اجرا بشود. چون دین رسالت سنگینی رو ایجاد میکنه در حوزه اجتماعی و سیاسی، اتفاقا چون سنگین هست از دست فقیه بر نمیاد. فقهای ما به صورت عمومی در طول تاریخ توانایی اداری همین مجموعه خودش رو نداشتن، نتونستن مناسب با زمان حرکت کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت تک تک شما عزیزان. ما همینطور که در جریان هستید سلسله جلسات تفصیلی رو در رابطه با بحث ولایت فقیه و روایات نهی از قیام داشتیم و بعد از اینکه این جلسات منتشر شد خب یه عده از شما عزیزان پرسش هایی رو مطرح کردید که چه در تماس های تلفنی چه در پیام هایی که به ادمین ارسال شد و امثال اینها، یا پای کامنت هایی که پای جلسات گذاشته میشد تو یوتیوب، مشخص بود که عزیزان نسبت به برخی از مسائل خصوصا نسبت به ادله عقلی ولایت فقیه بحث دارن. یکی از اشکالات که در این فضا تو ادله عقلی مطرح میشه این هست که دین یک مجموعه چند بعدیه، یک پروژه چند بعدیه و نمیشه اون رو در یک حیثیت مخصوصی منحصر کرد. یعنی اینجوری نیست که بگیم که دین فقط عبادت‌های فردی هست، دین فقط مربوط به حوزه چیزهایی است که مثلا مربوط به حوزه خانواده است، مربوط به حوزه ازدواج و طلاق، مربوط به حوزه خوردنی ها و نخوردنی هاست، یا مربوط به حوزه اقتصاد هست، یا مربوط به حوزه سیاست هست منحصرا. نه، دین طبق یک قرائت این هست که وارد تمام عرصه های زندگی بشر میشه و سکولار نیست و بنا نیست که از حوزه عمومی خارج بشه، بلکه در حوزه عمومی حضور داره، در سیاست حضور داره، در اقتصاد حضور داره، در همه ابعاد حضور داره. چون دین پروژه چند بعدی هست طبیعی است که تحقق این و عینیت نیاز به فقیه داره. اگر حکومت غیر دینی باشه این پروژه محقق نخواهد شد. حتی اون چه که من عرض کردم که در واقع مأموریت داده شده به علما که از دین رو تبلیغ کنند و دین رو در مردم رو نجات بدن از بیدینی، این اشکالی که در اینجا وارد اینه که این یه بخشی از رسالت علماست، بخشی از دین هست. همه دین مفاهیم اعتقادی و حوزه فردی نیست که. بالاخره این دین این همه مسائل اقتصادی داره و انتظار میره که جامعه با در واقع به سمت بانک های ربوی شدن نره. ربا در اسلام حرامه در حالی که در دنیا حرام نیست، در دنیای مدرن، و اون رو میپذیره و خیلی از معاملات رو اونا قبول دارن که ما قبول نداریم، از نظر دینی درست نیست. یا در حوزه روابط جنسی دین محدودیت هایی داره، کسی تخلفاتی بکنه براشون حدودی تعیین کرده، مثلا شلاق بزنه حدودی رو جاری بکنه و مسائل دیگه، و این تحقق پیدا نمیکنه مگر با شکلگیری حکومت دینی. خب حالا که معصوم نیست چیکار کنیم؟ یعنی همه اینها رو رها کنیم؟ یعنی وقتی قرآن داره از اینها میگه خب چطور؟ یعنی اینا رو داره به هوا میگه. الان ما میگن قرآن بخونید یعنی همینجوری برای خودتون الکی بخونید. خیلی از قرآن مربوط به آیات جهاد هست، بحث حدود شرعی هست، بحث مسائل اقتصادی هست و ابعاد دیگه. این همه روایت که آیین علما در طول تاریخ اجتهاد کردن مربوط به همین حوزه هاست. این نیست که مربوط به حوزه فردی باشه و شما بگید که آیین علما الان هم برن به حوزه فردی بسپرن و شما بگید که شارع راضی به تعطیلی همه این احکامه. خوب دقت کنید، تکیهگاه بحث رو اینه که میگه وقتی شارع خودش داره، خدای متعال خودش داره در قرآن از همه ابعاد زندگی حرف میزنه و پیامبر اسلام و اهل بیت دارن از همه ابعاد زندگی صحبت میکنن، اینا رو نگفته بودن که رو دیوار نوشته بشه، اینا نگفته بودن برای اینکه مثلا جلسات علمی ما پر بشه، اینا رو گفته بودن که اجرا بشه. یعنی هدف تحقق، هدف اجراست. خب طبیعتا وقتی معصوم نیست یه مرحله پایینتر میرسه به
فقیه و فقیه باید این کار رو بکنه تا این احکام لغو نشن، این احکام تعطیل نشون. خب جوابی که از این مطلب داده میشه و من خواهشم از این عزیزانی که از این زاویه دارن به قضیه نگاه میکنن این هست که به این نکته به جد توجه کنن. من هم خبر دارم از همه این حرفایی که گفتن. اتفاقا منم آدم سکولاری نیستم. من هم معتقدم که اساساً اختلاف شیعه و سنی سر ولایت بود. اینکه آیا خدای متعال یک ولیی رو خودش نصب کرده یا نه کارو سپرده دست خود انسانها. متوجه هستم. من هم تو این حوزه قبول دارم که دین اگر دست ولی خدا باشه باید در همه عرصه ها حضور داشته باشه، البته به شرط که مردم بپذیرن، مردم آمادگیشو داشته باشن. من در اینها اشتراک دارم، ولی نکته‌ای که وجود داره، دست کم یکی از نکاتی که وجود داره و توی این استدلال عقلی بهش توجه نمیشه، این هست که اولا امکانش وجود داره، عقلا هیچ اشکال نداره که خدای متعال یک پروژه سنگینی رو ببنده، خب ولی در برای اجرایی کردن اون شرط ولایت ولی منسوب خودش رو قرار بده. این هیچ استبعادی نداره از نظر عقلی، یعنی محال نیست. ببینید استدلال عقلی شما وقتی تمام میشه که ادعا بکنی که غیر از این محاله، ولی از نظر عقلی محال نیست که خدای متعال برای تحقق دینش در تمام ابعاد شرط ولایت معصوم رو قرار بده، حضور معصوم رو قرار بده با فرض اقبال مردم. یعنی هم مردم میپذیرن، این هم کافی نیست، باید امام معصوم باشه، پیغمبر باشه مثلا. محال نیست. من مثال براتون بیارم. نماز جمعه یک عبادتی که ابعاد اجتماعی داره دیگه، درسته؟ یک عبادتی است که ابعاد اجتماعی داره، خطبه خونده میشه و امثال اینها و مردم در 2 فرسخی باید تو شرکت بکنند و امثال این مسائل و یک سوره در شأن این نازل شده. خیلی مهمه ها. ببینید ما در قرآن کم مورد داریم، من اینو خواهشم اینه که برید تحقیق کنید، ما کم عبادتی داریم یا چیزی داریم که خدای متعال با اون سطح از تأکید که نسبت به نماز جمعه ورود کرده در مورد ورود کرده باشه. از علامه طباطبایی نقل شده که ایشون گفتن فقط در قرآن 2 چیز هست که خیلی خدای متعال نسبت به اونها حساسیت ویژه داره و ویژه بهش پرداختی، که بحث رباست، حرمت ربایی که وجوب نماز جمعه. ببینید خدای متعال وجوب نماز جمعه رو با تأکید ویژه می فسعوا الی ذکر الله، بدوید، بشتابید. ببینید نمیگه بجا بیارید، نمیگه اقیموا الصلاة، میگه بدوید. خب وقتی میگه بدوید معلومه دیگه این کارهای دیگه تو باید ول کنی، ولی باز از باب تأکید میفرمایید که و ذروا البیع. چون میگه روز جمعه مثلا روز تعطیل نبود اون زمان، روز اتفاقا اجتماع بود، روز پرکاری بود. بعد خدای متعال میفرماید برای همین چون اینا روزی که تجارت کولاک میکرد این نماز رو واجب کرده، تأکید میکنه و ذروا البیع. بعدش به اینم اکتفان ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتر اگر شما حالیتون. بعدش در ادامه دوباره ولش نمیکنه. بعد مثلا میفرماید که یه عده‌ای وقتی که تو داشتی خطبه میخوندی تو رو رها کردن رفتن و اونا رو عتاب میکنه. یعنی ببینید یه مسئله مهمیه. من اعتقادم اینه که قبل سوره هم که در مورد یهود حرف میزنه ارتباط داره به این نماز جمعه، چون نماز جمعه نماد در واقع صلابت ولی خداست که وقتی نماز میخونه، وقتی خطبه میخونه کل شهر میان اونجا، یعنی قدرت مرکزی ایجاد میشه. در قبال فتنگرانی که در اطراف مدینه بودن که یهود باشن، اینا بی ارتباط با هم نیست. حالا بحثای تفسیر بشه من توضیح میدم. میخوام بگم که یک عبادت اتفاقا سیاسی مثل نماز جمعه، همین الان اکثر فقها مگه نظرشون این نیست که وجوب این مشروط به حضور معصوم است؟ درسته؟ ولی میگن واجب نیست، با اینکه در قرآن اومده. همون استدلالی که اونجا میکردیم اینا رو خدا نگفته که ما مثلا همجوری بخودیم بریم. یک سوره در شأنش نازل شده با این تأکیدهای عجیب و غریبی که در موردش وجود داره. خب با این حال
فقها اینو جالب اینه که خود آقای خمینی و خود آقای خامنه‌ای هم این نظر رو دارن. خیلی جالبه. نماز جمعه رو وجوب تعیینی نمیدونن، یعنی معین نیست فقط اینو بخونید، میگن که میتونید اینو بخونید، میتونید. و در واقع انتخاب نماز جمعه استحباب داره، انتخاب این فرد استحباب داره. خب این خیلی معنا داره. وقتی که یک عمل عبادی سیاسی واجب نیست، خب چه استبعادی داره که بقیه اعمال هم همینجور، اجرای حدود هم واجب نباشه؟ یعنی خدای متعال اون رو هم مشروط به حضور معصوم کرده باشه. یا مثلا فرض کنید بقیه احکام اقتصادی اسلام، این که بخواد در عرصه سیاسی، عرصه عمومی وارد بشه، همین ها رو مشروط کرده باشه به حضور امام معصوم. اتفاقا اونها ضروری تر هستن. اینکه چیز خاصی نماز جمعه رو همه میتونن بخونن. بچه طالب میتونه نماز جمعه بخونه، 5 نفر آدم بشن میتونه خطبه بخونه، نماز جمعه بخونه. چقدر تو روایتمون داریم که 5 نفر شدید یکیتون خطبه بخونه بقیه نماز بخونه. میخوام بگم ببینید یه عملی که اینقدر سهله، اینقدر آسانه، مشروط به حضور معصوم میشه. حالا این همه اعمال سنگین چطور، چه استبعادی داره؟ حالا ممکن کسی بگه که آقا تحریم که نشده، مثلا فرض کنید گفتن مشروطه بینه. اولا هستن فقهایی که اینو تحریم هم کردن، ولی بگذریم از اون. من فعلا میخواستم بگم که ممکنه مشروط بشه. حالا مشروط یه وقت به نحو رفع تکلیفه، میگه واجب نیست. یه وقت ممکن اصلا شارع حرام هم بدونه، بگه اصلا من مجاز نمیدم، اونقدر این کار سنگینیه که فقط باید ولی خدا باشه که بتونه این کار رو انجام بده. چه استبعادی داره؟ میخوام بگم اون دلیل عقلی که تصور شده اون دلیل عقلی کامل نیست و هیچ ضرورتی وجود نداره. و لازمه این که دین همه بعدی هست، لازمه این که خدای متعال به همه ابعاد زندگی انسان پرداخته، این نیست که حتما این احکام باید به دست فقیه اجرا بشود. این یک مطلب. نکته دوم این هست که میخوام اتفاقا بگم چون دین رسالت سنگینی رو ایجاد میکنه در حوزه اجتماعی و سیاسی، یعنی به عبارتی چون دین عرصه پروژه چند وجهی هست، خب یعنی دقیقا همون استدلالی که این عزیزان دارند و منم قبول دارم اون حیثشو، اتفاقا چون سنگین هست از دست فقیه بر نمیاد. ببینید، یعنی ما در این مسئله فقط به این حیثیتش نگاه میکنیم که بالاخره باید اجرا بشه دیگه. این ببینید خدای متعال تو مسائل اقتصادی وارد شده، تو مسائل نظامی وارد شده، تو مسائل اقتصادی وارد شده، تو مسائل خانواده، تو مسائل عبادت. اینا باید رو زمین نمونه دیگه. خدا میخواست اینا اجرا بشه. از این زاویهش نگاه میکنیم. اما از این زاویهش نگاه نمیکنیم که اتفاقا چون ذوالوجوه هست بسیار پروژه سنگینیه و اجرای این از عهده غیر ولی خدا خارجه. اصلا فقیه نمیتونه زیر بار همچون مسئولیت سنگینی بره. نه علمش رو داره، نه تواناییش رو داره. یعنی ببینید دقیقاً مسئله همینه. ببینید ما در مورد شخص حتی حرف نمیزنیم ها. من فعلا در مورد اشخاص حرف نمیزنم، آقای الف و ب و جیم و اینا، اصلا فعلا بحث شخص نیست. چون کسی که میخواد بگه که حکومت دینی واجب است بر فقیه، تشکیل حکومت واجب است بر فقیه و قائل به ولایت مطلقه فقیه هست، این بحثش رو آدم ها نیست که آقای الف، آقای ب، آقای جیم. میگه این شأن فقهاست، فقها باید اقدام کنن به این شأن. درست؟ پس من فعلا اصلا با شخص کار ندارم. من نگاه هم اینه، میگم که اگر این توانایی در فقها وجود داشته باشه که یک کشور رو، اصلا نمیگیم یک امت رو، یک مملکت رو مثل ایران رو که یک کشور متوسطیه، نه خیلی بزرگه نه خیلی کوچیکه، یک کشور متوسطه. خب یک کشور متوسط با یک جمعیت متوسط، یعنی نه مثلا چین و مثلا فرض کنید کشورهای مثل آمریکا و بعضی کشورهای که خیلی جمعیت بالایی دارن هست، نه مثل بعضی کشورهایی که 5 میلیون 10 میلیون جمعیت داره. یک کشور متوسط. درست؟ فقط شما این کشور متوسط رو لحاظ بکنید. از این طرف نگاه بکنید به آقایون فقها. میگیم که خب اگه این آقایون فقها همچو توانمندی رو داشتن، ما در سابقه 1000 ساله آقایون باید میدیدیم این رو دیگه. درسته؟ زمان معصوم رو که نگاه بکنید، خب از زمان امام باقر به این ور که حضرات شاگرد کم نداشتن.
درسته؟ اتفاقا اونام فقیه بودن، خیلی هم آدمای باسوادی بودن. خود ائمه که میگفتن که ما نمیتونیم با اینا کاری بکنیم، دقیقاً استدلالشون این بود. من نمیخوام اینا رو دیگه تو بحث روایت رایات توضیح دادیم. خودشون میفهمدن ما با اینها نمیتونیم حکومت تشکیل بدیم. یعنی خود معصوم هست، این آقایون فقها هم هستن و تازه بالاتر سادات هم هستن. یعنی بچهای خودشون، مثلا فرض کن بچهای پدرانشون یعنی عموهاشون دیگر، یعنی ساداتی که دیگه با یه واسطه یا بی واسطه یا فرزندان خودشون هستن، اونا هم هستن که حالا فرض میکن اونا فقیه هن دیگه لابد. درست؟ یعنی هم سادات فقیه هستن هم سادات غیر فقیه هستن. ولی امام معصوم خودش هم با این که هست میگه با اینا نمیشه کاری از پیش برد. هرچند بهشون فشار میارن قیام کن نکردن. که ببینید واضح تر از این ائمه ما دست به شمشیر نبردن، قیام نکردن و تصریح کردن که با اینا نمیشه کاری پیش برد. این یه واقعیت از این سمت. اما از بعد دوم، یعنی بعد از ائمه و شروع غیبت رو نگاه بکنیم و مثلا فرض کنیم همین 1200 سال که امام زمان در بین ما حضور روشنی ندارن، این دوره رو نگاه کنیم. این دوره که حوزه‌های علمی شکل گرفته، آقایون فقها، سلسله جلیله فقها شکل گرفته. من سوال میکنم در طول این صدها سال و قرنهایی که بر ما گذشته عملکرد فقها در حوزه‌های دیگه اختصاصی خودشون واضح تر از این چی بوده؟ من خواهشم از عزیزانی که بی‌طرف مسائل نگاه کنید. ببینید حقیقت تابع اراده من و شما نیست. شاید پذیرش بعضی واقعیت ها تلخ باشه ولی نجات بخش. نجات در واقعیت، در اون عینیت های بیرونیه، نه در توهمات و خیالات یا حب و بغض های من و شما. ببینید من فقها رو بیشتر از شماها دوست دارم، ولی مطلبی که هست اینه که من وقتی به این تاریخ نگاه میکنم میبینم که آقایون فقها در مدیریت ارزهای اختصاصی خودشون مشکل داشتن. فقهای ما به صورت عمومی، ببینید چون حکم شما حکم عمومیه، به صورت عمومی در طول تاریخ توانایی اداری همین مجموعه خودشون رو نداشتن. نتونستن مناسب با زمان حرکت کنن. همین الان حوزه‌های علمیه خودمون رو نگاه کنید، خصوصا قبل سال 57 رو ببینید. با چه حوزه‌هایی داشتیم؟ یعنی نه شاه بود در این حوزه، نه مثلا استکبار جهانی در این حوزه بود. یعنی کسی که از بیرون بخواد مانع درست کنه در حوزه‌های ما نبود. ولی این وضعیت مرجعیتمون رو نگاه کنید. الان چند تا رساله داریم، چند تا مرجع تقلید داریم، سر و سامانی داره این مرجعیت. وضعیت وجوهات شرعی سر و سامان روشنی داره، شفافیتی داره. نظام آموزشی حوزه بروز هست انصافا. یعنی حوزه شما همین الان هم که هنوز تازه 46 سالم از انقلاب اسلامی میگذره، امروز که من دارم با شما حرف میزنم کتاب‌هایی در این حوزه تدریس میشه مال 500-600 سال پیش. کتاب‌های تدریس میشه مال 200 سال پیش، مال 100 سال پیش، مال 50 سال پیش. یعنی محتوای ذهنی فقیه شما شبانه روز مأنوس با کتاب‌هایی که قرن‌ها پیش نوشته شده. همین الان تو درس خارج‌های شما وقتی که دارن عمیق‌ترین پژوهش‌های علمی و فقهی رو انجام میدن، این عمیق‌ترین پژوهش‌ها ناظر به چه عرصه‌هایی، ناظر به چه کتاب‌هایی؟ ها؟ دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ ببینید میخوام بگم که این واقعیت ماست. این وضعیت تربیت طلبه ما بوده. این وضعیت اداره مساجد بوده. این مساجد یه علل قاعده باید حیات خلوت علما بوده باشه. آیا علمای ما در عصر غیبت برای مساجد شیعه تونستن برنامه‌ای بریزن؟ نیروی مخصوص تربیت کنن یا یه طلبه‌ای رو تربیت کنن که از عهده مدیریت مسجد بر بیاد؟ آیا برای سیستم تبلیغی خودشون که آقا ما این طلبه رو که با وجوهاتی که از مردم گرفتیم تربیت کردیم، برای اینکه بهینه ازش استفاده بشه اینو بتونیم توی کانالیزش بکنیم، ریل گذاری بکنیم، این بره توی مقصد قرار بگیره و میخواد شهر باشه، میخواد روستا باشه، به حسب توانمندی اینها اینا غربال بشن، به حسب توانمندیشون تو موقعیت‌های توزیع بشن، برنامه داشته باشن، حساب کتاب داشته باشن. ما تونستیم این شبکه رو درست بکنیم؟ ببینید من دارم مثال‌های عینی میزنم. این روشی که من دارم به کار میبرم دقیقاً روشی که از امام باقر و امام صادق یاد گرفتم. طرف وقتی میاد به امام صادق میگه که شما چقدر مرید تو فلان شهر دارید، امام چجوری او رو متوجه میکنه که اینها کذبه، اینا توهم واقعیت نیست؟ امام یه سوال ازش میکنه،
میگه که این آقایونی که میگه که اینقدر مرید ما هستند و آماده قیام هستند، من یه ندا بدم اینا لبیک میگن، اینها چجوری هن؟ اغنیاشون به فقراشون رسیدگی میکنن یا نه؟ طرف میگه نه آقا. میگه خب پس ول کن. این آدمی که به ثروت خودش، به مال خودش حریصه، به جانش حریص‌تر. ببینی امام داره حساب 2 تا 4 تا میکنه، با عینیت جوابشو میده. میگه بابا این شیعه‌ای که تو ادعا میکنی، این محبی که تو ادعا میکنی و میگه من به امید او شمشیر بردارم و قیام بکنم و او مرا تنها نخواهد گذاشت در روز سخت، اولش همه هورا میکشن، ولی کار که بیخ پیدا بکنه مشکلات پیش میاد و افراد پراکنده میشن. جناب مسلم اول که وارد کوفه شد، مگه غیر از این بود که استقبال شد؟ مگه غیر از این بود که دورش شلوغ شد؟ ولی وقتی ابن زیاد آمد و تهدید کرد، شما ببینید آخرش تنها موند، تو کوچه‌های کوفه تنها موند، به یه پیرزن پناه برد. میخوام میگم که امام داره پیش بینی میکنه. امام دیگه محک ساده داره، میگه اینا که من مرید شما هستم، من عاشق شما هستم، من خودم فدای تو میگم، تعارفات ول کن، عینیت چیه؟ من دارم همینجوری استدلال میکنم. میگم الان فرض کنی امام باقر بود، نمیگفت که این آقایون فقهایی که تو میگی که میتونن از عهده این ابر پروژه بر بیان، حوزه های خودشون چی کار کردن؟ شما یه طلبه‌ای که در این حوزه بودی از حوزه راضی هستی؟ سوال ساده ایه دیگه. آقایون متدینی، شما از خروجی های این حوزه راضی هستید؟ حساب 2 تا 4 تاست. راضی هستید؟ یعنی خروجی هایی که این حوزه داده، امثال اکمنژاد بیرون داده، شما راضی هستید؟ از ادبش، از اخلاقش، از علمش، از نوع معاشرتش با مردم، از فهمیدگیش راضی هستید؟ این منطق امام باقره. یا شما نتونستید حوزه خودتون رو درست اداره کنید، شما نتونستید اون شبکه تبلیغی، یه شبکه تبلیغی درست کنید، شما نتونستید مرجعیت رو که یه رأس این هرم هست و انتظار میره طبیعتا طبق نظریه ولایت مطلقه فقیه یکی از این آقایون کشور رو به دست بگیره، بین خود اینها نتونستید یه وفقی ایجاد بکنید، یه اشتراکی، یه اتحادی، یه وحدت رویه‌ای درست بکنید. معلوم نیست، هر کسی کار خودش رو داره میکنه. خب بعد بگی که اینا میتونن از عهده این ابر پروژه بر بیان. خب حالا اومده شما یه مسئولیت 1000 برابری رو بهشون بدید خراب بکنن، اون وقت چه میشه؟ این دقیقاً نکته‌ای که بهش توجه نمی‌کنیم. ما یه وقتی چند سال پیش بود توی سیستان سیل اومده بود، دوستانی که یکی از این مراکز خیریه بودم، من خودم گفته بودم که مایل هستم برم. ما گفتم بریم. حقیقتش اینه که از این که مثلا فرض کنید آدم اگه واقعا میره اونجا کارگری بکنه، این لباس کارگری نیست که. اینو نمیپسندن. بعضی طلبه هم با قبا میرن، قبا رو میزنن بالا، بیل میزنن. اصلا این لباس مشخصه لباس کارگری نیست و خیلی ها رو به سوء ظن وامی داره. یعنی میگه مثل اینکه این در واقع بسته فرهنگیش مهمتر از اون ابعاد انسانی قضیه بود. این میخواد بگه که آقا ببین من طلبه اومدم، برای اینکه اون طلبه نیتش این نباشه، ولی ظاهر قضیه اینو نشون میده. برای همین مثلا این لباس نپوشیدم، یه کت و شلوار بلندی دارم، همون رو پوشیدم رفتم. گفتم فرضی که ما اومدیم تو مثلا کار گل و این مسائل، تازه ما رفتیم دیدیم که کار گل هم نیست و وظیفه ما این شد که سر بزنیم به این خونه های آنچنانی که اینا داشتن توش زندگی میکردند و یه وضعیت عجیب غریبی حاکم بود اونجا. حالش رو بپرسیم و مثلا مایحتاج اگه لازم داره اینا رو بنویسیم توی کاغذی، بعدن مثلا این مرکز خیریه اونها رو توزیع کنه. ما رفتیم. بعد که برگشتیم یکی از دوستان به من گفت که کاش شما ملبس اومده بودید. اگه ملبس اومده بودید، اون منطقه سنی نشین هست، اکثرا سنی، شیعه هم داره ولی بیشتر سنیه، اثر فرهنگیش بیشتر بود. بالاخره شما ملبس با وجاهت یک روحانی و عالم شیعه اومده بودید اینجا، میرفتید تو خونه های اینها و بعد اون مثلا کمک های مالی که ما به اینها میکردیم اثر فرهنگی بهتری داشت. یه لحظه از ذهن من خطور کرد، گفتم مثل این حرف بدی نیست، ولی بعد جوابش ناخواسته تو ذهنم اومد. اونم این بود که گفتم که حالا ما جنبه مثبت قضیه رو نگاه میکنیم، اما اومدیم من رفتم اینها رو نوشتم ولی این مرکز خیریه نتونست اینها رو برسونه، کما این که بعضا هم پیش میاد. اون وقت اثر تخریبیش بیشتر نیست ها؟
ببینید ما خیلی وقتا تو مسائل الان نسبت به این لباس که خود من انتقاد دارم، وقتی میگید ابعاد مثبتش رو میگه ببین یه طلبه در این لباس بهتر مثلا دیده میشه، حرفش بهتر شنیده میشه، نمیدونم یه کار خوب بکنه ولی به اون حیث منفیش توجه نمی کنیم که اگه بد عمل کرد چی؟ اگه یه دفعه وسط خیابون تصادف کرد اومد عصبانی شد مثلا داد و بیداد را انداخت چی؟ اگه عادی باشه خیلی جلوه نداره، ولی با این لباس چطور؟ یعنی ما همیشه به ابعاد مثبت قضیه داریم نگاه میکنیم، ولی واقعیت اینه که اون چه که در بیرون اتفاق میفته معمولا اون چیزای منفیه. ما به اینش دقت نکردیم که یک فقیهی رو که از عهده اداره یک حوزه بر نیامده مأمور اداره یک کشور اون هم در عصر مدرن بکنیم و این نتونه از عهده این بر بیاد، یک افتضاحی میشه در عصر رسانه که دیگه اون سرش ناپیداست و اثرات تخریبیش نسبت به دین و دنیای مردم دیگه واویلاست. ما به این حیثیت قضیه توجه نداریم. من خواهشم اینه که به اینش توجه کنید با این نکته که اصل عدم ولایته. و من میخوام بگم اون ادله عقلی که فکر میکنید دلیل عقلی هن تمام نیستن. یک ضلع قضیه رو دیدید ولی اصلا تمام نیست. یکی دیگه از ابعادی که به نحوی در واقع بازگشتش به بیان قبلی هست ولی من به جهت اهمیتش رو جدا میخوام ذکر بکنم، این هست که ببینید الان شما از حکمرانی در عصر مدرن دارید حرف میزنید. نمیخواید که مردم برگردی به 500 سال قبل، درسته؟ یعنی در این دوره میخواید این مردم رو که ارتباطات جهانی دارن با اینترنت همه دنیا رو دارن میبینن، در این دوره میخواهید حکومت دینی به واسطه فقها داشته باشید، درست؟ ببینید خب من کف قضیه رو میگم که آیا جز این هست که کسی که میخواد در این دوره حکومت دینی بکنه باید علم دینی لازم به تمام همین ابعادی رو که شمردید باید داشته باشه؟ باز تأکید میکنم خواهشم این هست که خارج از حب و بغضها و خارج از اون کلیشه ها و خارج از اون ذهنیت های ساخته شده به مسائل نگاه بکنید. اینا محدود میکنن، حقیقت تابع ما نیست، ما باید خودمون رو با حقیقت وفق بدیم. شما نگاه بکنید این دنیای امروز که برآمده چیش به 100 سال 200 سال یا 500 سال یا 1000 سال قبل شباهت داره؟ آیا سیستم اقتصادی شباهت به اون سیستم اقتصادی بازار مثلا 200 سال 300 سال قدیم داره که اصلا اقتصاد با مفهوم امروزی اصلا وجود نداشت؟ هر شهری آذوقه خودش رو تأمین میکرد، یه مقدارم تجارت داشتن ولی به صورت بسیار محدود و هر شب خدمتتون اقتصاد همون بازار بود. یه مردم می اومدن هر کسی یه حجره‌ای داشت اونجا مثلا یه قلم چیزی میفروخت و همین بود. یعنی اقتصاد مفهوم پیچیده‌ای که امروز هست وجود نداشت. بانکداری وجود نداشت، بازار سرمایه وجود نداشت. دیگه اخیراً که بازار کریپتو و رمز ارزها وجود نداشتن. دقت میکنید؟ اصلا زمین مفهومش مثل الان نبود، طلا مفهومش مثل الان نبود، پول چیزی به اسم پول به مفهوم امروزی وجود نداشت که کاغذ باشه. اون وقت پول یه واقعیت بیرونی بود، یه طلا بود، نقره بود، یه چیزی بود که خودش ارزش ذاتی داشت. اصلا جنس کار فرق میکرد. شما این اقتصادشه، شما بحث‌های اجتماعیشو ببینید. بحث‌های اجتماعی با حوزه، یعنی اینجوری بگم حوزه عمومی با حوزه فردی خیلی فاصلش زیاد نبود. یعنی جامعه در اون دوره بسیار مثل یه خانواده بزرگ میموند. جامعه در اون دوره مثلا 500 سال پیش 1000 سال پیش مثل یک خانواده بزرگ میموند. حتی شما نگاه کنید شهرها، مردم جد و آباد همدیگه رو بلد بودن، همه چیز همدیگه رو میدونستن. اصلا مفاهیم اجتماعی دیگه NGO ها و مراکز و حزب و اینا اصلا اون زمان طنز بود. یعنی مثل اینکه خانواده بزرگ اینا اصلا مفهوم نداشت. خیلی از این کارها در مساجد و مثلا فرض کنید توی ابعادی توی جاهای دیگه انجام میگرفت. اصلا این به این شکل پیچیدگی‌های سیاسی وجود نداشت. انسان بسیطی بود. اونقدر که الان تربیت فرزند پیچیده شده، اون زمان واقعا اینطوری نبود. سیستم آموزشی به این مفهوم وجود نداشت. حکمرانی اینقدر پیچیده نبود. اصلا حکومت‌ها و دولت‌ها اینقدر رسالت‌های متنوع و متکثری نداشتن. عمدتاً
حکومت ها متولی امنیت مردم بودن، فقط امنیت میدادن، نظام بخشی میکردن، همین. ولی الان آشغال خونه شما رو هم دولت باید بیاد جمع کنه ببره، برق خونه تو باید او بیاره، گاز خونه تو سرمایش و گرمایش رو او باید تأمین کنه. 2 ساعت برقی میره ما مردم به از بالا تا پایین به همه ناسزا میگن. یعنی ببینید میخوام بگم که اصلا مدل فرق کرده، اصلا مفهوم دولت فرق کرده، خیلی مسائل پیچیده شدن. اینا اصلا یه دنیا میشه اینجا حرف زد. من الان بحثم این هست، آیا کسی که میخواد متولی حکمرانی در این دوره بشه جز این هست که باید در اینها علم دینی تولید کرده باشه؟ منظورم این نیست که یک نفر همه اینها رو بلد باشه ها. دقت کنید، بعضی میگن خب مگه بناست که یه نفر همه اینا رو بلد باشه؟ مگه الان ترامپ مثلا همه چیزو بلده؟ مثلا الان تو روسیه مگه پوتین همه چیزو بلده؟ نه، بحثم این نیست. بالاخره اونها حکومت ادعاشه که ما یه حکومت لیبرال داریم، خب متناسب با این در حوزه‌های شخصی، اجتماعی، سیاسی محتوا تولید کردیم، ولی اون که هر یک از اینها یکی بلده، 1000 نفر 10,000 نفر با هم اینا رو بلدن و نهایتا اونی که در رأسه مشورت میدن بهش، درست؟ ولی علمش تولید شده، ولی اون که اون علم دست 10,000 نفره. حالا بحث من اینه که وقتی شما میگید ما میخوایم حکومت دینی بکنیم، جز این هست که علم دینی رو در تمام این عرصه‌ها تولید کرده باشید. یعنی به عبارتی مثلا فرض کنید به اصطلاحات امروزی حرف بزنیم، علوم انسانی رو اسلامی کرده باشید، اونم نه یک شبه بلکه در یک فرایند طولانی مدت محک زده باشید، خورد اینها رو تو در واقع نظریه پردازی کرده باشید، توی جامعه محک زده باشید، یعنی صحت سنجی شده باشید، نظریاتون به مرور خورد. چون علم مثلا اینجوری نیست که به یه کارخونه میزنیم مثلا علم تولید میکنیم. علم اینجوری تولید نمیشه. علم یک فرایند تدریجی است، آرام آرام باید تولید بشه، به وجود بیاد، نظریه پردازی بشه، در واقع صحت سنجی بشه در عینیت های جامعه. پس این لازمه دیگه. همین چیزی که بعد از تشکیل جمهوری اسلامی تو همین دهه‌های اخیر آقای خامنه‌ای خودشون بحث اسلامی سازی علوم انسانی رو مطرح کردن که من البته معتقدم این شکل کار غلطه ها. این اصلا چیز نیست که یه دفعه شما تصمیم بگیرید 4 تا مؤسسه بزنید که بیان این کارو بکنن. این نشدنیه. این یک فرایند طولانی مدت میخواد. یعنی این کاری بود که قبل از انقلاب اسلامی باید حوزه‌های علمیه ما و علما و فقها میکردن و ما مثلا امروز 10,000 تا فقیه داشتیم، دینشناس، به این معنا دینشناسی که اقتصاد امروز رو به شکل اسلامیش بلد با همه این پیچیدگی‌هاش، ولی 10,000 تا. منظورم این نیست که ولی فقیه همه اینا رو بدونه، نه، اونم طبیعتا این تو یکی از اینها میتونست خبره بشه، ولی به زبان امروز متناسب با جامعه امروز اینا رو باید بلد می بود. آیا حوزه ما قبل از انقلاب اسلامی این آمادگی رو داشت؟ شما ببینید وقتی کار رو دست میگیرید دیگه نمیتونید استاپ بزنید. وقتی میخواید کار بزرگ رو شروع کنید باید یه چیزهایی رو کفشه باید داشته باشید. شما میخواید مثلا وارد یه مغازه بزنید همین امروز، باید مثلا میگم حداقل باید 500 میلیون داشته باشید که بتونید یه مغازه بزنید. نمیشه که شما بگید که من با 10,000 تومان و مثلا فرض کن 5 میلیون تومان میخوام کار رو شروع بکنم. باید یه حداقلی داشته باشید، بعد البته اون میتونید رشدش بدید. منم قبول دارم شروع لازم نیست شما همه چیز رو داشته باشید، ولی یه حداقل هایی رو داشته باشید. حالا اگر شما اراده کنید که یه هایپر مارکت بزنید، که نمیتونید من هایپر مارکت رو با 500 میلیون میخوام بزنم. دقت میکنید؟ یه هایپر مارکت رو بخواید بزنید احتمالاً شما 100 میلیارد اولش لازم دارید، اون فروشگاه‌های خیلی عظیم که میسازن منظورم اونهاست. حالا شما بخواید مثلا فرض کنید یه کارخانه خودروسازی بزنید، نمیتونید بگید کارخانه خودروسازی رو حالا مثلا با 100 میلیون شروع کنیم ببینیم چی میشه. نه، اون کفی که میخواد احتمالاً مثلا فرض کنید چندین هزار میلیارد پول هست برای کف شروع کار. من سوالم اینه که شما میخواستید یه مثلا کت خدای ده رو اسلامی کنید، یه ده رو میخواستید اسلامی کنید مثل اون مغازه هست، میخواستید یک شهر رو اسلامی بکنید که مثل همون هایپر مارکت هست، یا میخواستید یک کشور رو اسلامی کنید؟ خب شما میگید که ما میخواستیم یه حکومت در سطح کشور رو میخواستیم اسلامی کنیم. حالا با همون معیاری که گفتم یه بحثای خیلی روشنیه. شما یک کفی رو لازم داشتید که اون کف باید خیلی بزرگ بود برای خودش، ولی اینکه بله
کاملم نبود، منم میفهمم باید تدریجا تکمیل شو. پیامبرم که حکومت تشکیل داد که اولا همه چیزو نداشت که، درست؟ این طبیعیه، ولی یک کفی باید باشه که شما بتونید بر اساس اون یه شروع موفق داشته باشید، نه اینکه بلند نشده زمین بخورید. دقت میکنید؟ این نکته کلیدی مهمیه. و این کفش همین بود که ما یه حوزه‌ای می داشتیم که آقایون علما پا به پای رشدی که در دنیا پیش می آمد، پیچیدگی‌هایی که در زندگی بشر پیش می اومد از مثلا 300 سال قبل، آقایون علما هم قشنگ درگیر این مسائل جدید بودند و اونها رو شروع می‌کردن بر اساس مسائل جدید کتاب و سنت رو بازخوانی می‌کردند و مثلا نظریه پردازی می‌کردند و تدریجا این نظریات وارد سیستم نظریه پردازی دنیا می‌شد و توی مجامع علمی مطرح می‌شد، در واقع صحت سنجی می‌شد و مسائل اینجوری. خب بعد ما به بلوغی می‌رسیدیم، میگم ما علم همین رو تولید کردیم، یا علی می‌خواد که اینا رو اجرا بکنیم، درست؟ ولی واقعیتش چی بود؟ حوزه ما وقتی که ما خواستیم انقلاب بکنیم چه تراثی رو داشت، چه آورده‌ای داشت، چی دستش بود؟ اصلا حوزه ما با مسائل جدید آشنا بود، اصلا میدونست اصل مدرنیته چیه، میدونست اقتصاد چیه، میدونست مثلا حزب چیه، میدونست سیاست و دولت ملت به مفهوم جدیدش چیه. دقت میکن خود آیت الله خمینی که پایه‌گذار این انقلاب بودن با کدوم یک از این مفاهیم آشنا بودن؟ چند ساعت اقتصاد جدید، اقتصاد امروز رو مطالعه کرده بودن؟ چند تا کتاب در حوزه مفاهیم سیاسی امروزی خونده بودن؟ یعنی ببینید دقیقاً شما برنامه تحصیلیش رو ببینید، چه اون زمان که درس خونده، چه اون زمان که درس میداد. حتی جالبه بعد از انقلاب اسلامی، بعد شروع حرکتشون، یعنی بعد که تبعید شدن ترکیه و از اونجا تبعید شدن نجف، یعنی حرکت رو شروع کرده دیگه، درست؟ ولی خب تبعید شده، حرکت رو شروع کرده. با این که حرکت رو شروع کرده، شما بازم درسایی که ایشون در نجف میده نگاه بکنید، دقیقاً همون درسای سنتی حوزه است. یعنی کتاب البیع ایشون مثلا داره بحث میکنه همون بیعیه که شیخ انصاری 200 سال قبل بحث کرده، همون بیعیه که شیخ طوسی 1000 سال قبل بحث کرد. یعنی چی آورده جدیدی وجود نداره در این فضا. این خیلی نکته کلیدیه. من میخوام بگم ببینید نمیشه که شما بگید حالا ما بریم بعد ببینیم چی میشه. الان بعد 40 سال 46 سال از انقلاب اسلامی گذشته، در همین حوزه شما بحثی که اصلا ما فقه نظام داریم یا نه؟ خواهید اینجوری مردم معطل خودتون بکنید؟ بعد ثمرش چی میشه؟ شما الان تونستید بعد از 46 سال یه اقتصاد اسلامی که گره از زندگی مردم باز کنه مردم نشون بدید؟ جز این بود که فقط بی‌آبرویی برای دین خریدید؟ جز این بود که مردم رو در اعتقاداتشون به شک انداختید؟ میخوام بگم ببینید اینا مسئله مهمیه، شما اینا رو تو ادله عقلی نمیارید. دلیل عقلی به واقعیت بیرونی نگاه میکنه، یک امر تعبدی نیست که یا یه حکومتیه، این حکومت ملزوماتی داره. اگر تو میگی که خدا این گزینه را ترجیح میدهد، خب این ولایت رو از نظر عقلی میدهد، باید همه واقعیت‌ها رو ببینی، نه اینکه با یه مفهوم ذهنی کلی که روشن هم نیست. بالاخره حکومت باید انجام بشود، بالاخره این احکام باید اجرا بشود. این احکام اجرا ملزوماتی داره. تو دلیل عقلی تو باید به این ملزومات توجه بکنی. نمیتونی به این ملزومات توجه نکنی، کاری هم نداشت. بالاخره فقیه بهتر از غیر فقیه، بالاخره باید احکام اجرا شود. این کافی نیست. باید ملزوماتش رو ببینی. یکی از ملزومات پایش که دیگه اصلا جزو بدیهیات اینه که علمش رو داشته باشیم و ما علمش رو نداشتیم. این 46 سال هم دیگه خوب نشون دادیم که نداریم این علمو. یکی دیگه از ابعادی که باید بهش توجه کرد و کم توجهی میشه تو اون تبیین عقلی این هست که ببینید یه وقت امام معصوم بر سر کار هست، اونم امام معصوم با اون تعریفی که شیعه ازش داره که این علم لدنی داره، علم الهی داره، خدا اون چه که بایسته زندگی بشر هست به او یاد داده با این فرض. خب طبیعتا اینجا اختلاف نظر پیش نمیاد دیگه. خود شخصی که خدا او رو برای این جایگاه قرار داده بلده که چیکار بکنه، میدونه که درستش چیه. اگه میخواد مثلا فرض کنید از اقتصاد حرف بزنه متناسب با امروز میفهمه چی داره میگه، اختلاف نظری هم پیش نمیاد، چون بقیه هم فقها هم از او یاد میگیرن. مردم وقتی به تعبیر شاید فقیه و حوزوی و دانشگاهی خود رنگ به بازی در حوزه علوم انسانی دست کم، یه بقیه هم از او میگیرند و فرض نیک حکومت شکل میگیره.
اما وقتی که خود معصوم نیست، اونم نه 1 سال، نه 2 سال، نه 3 سال، نه 10 سال، نه 100 سال، بلکه قرن‌هاست که نیست، 1000 سال رو ما رد کردیم، 1200 سال که معصوم بین ما نیست و تراث ما و سرمایه های علمی ما هم بروز نمیشن دیگه. ببینید یه وقت مثلا فرض کنید امام صادق هست، منابع رو داره بروز میکنه. مثلا یکی از تفاوت‌های شیعه و سنی در اینه دیگه، اهل سنت منابعشون دیگه بروز نمیشد، هرچی که در زمان نزول قرآن بوده و یه سری از روایت محدودی که از روایت دستشون از پیامبر اسلام دستشون روز همینه بود، برای همینم بود که مجبور شدن اجماع رو مطرح کنن، مجبور شدن استحسان رو مطرح کنن، مجبور شدن سد ذرایع رو مطرح کنن، مجبور شدن قیاس رو مطرح کنن. چاره ای نداشتن، یعنی چون مسائل جدیدی داشت پیش می آمد، ولی منابعی که دست اول بود اونا منابع محدودی بود. ولی شیعه چون امامت رو اعتقاد داشت، امام صادق دوباره متناسب با امروز اون جامعه مطالب رو بیان می‌کردن. میگفتن الان وظیفه چیه؟ پس این گرفتاری رو نداره امام. تا شما بیاید تا مثلا امام 11 که شیعه اگر مشکلی داشت، مسئله جدیدی براش پیش می آمد، لازم نبود مثلا سراغ قیاس و استحسان و اجماع و اینجور چیزا بره، بلکه میتونست از اون زلال، سرچشمه زلال امامت این رو دریافت بکنه. حالا حساب کنیم ما الان گرفتاری مشابه اهل سنت شده، از این جهت که حالا ما درسته که غیر از پیامبر اسلام اهل بیت هم داشتیم و کلی روایت داریم، فراوان هم هست، و این مسئله ای که هست اینه که الان ما توی 1200 سال کلی مسائل جدید پیدا شده، اصلا مفاهیم عوض شدن، یعنی حتی اون گزارهای قبلی مفاهیمشون عوض شدن. یعنی مفهوم پدر و مادری یا مفهوم پدر و فرزندی با مفهوم 1000 سال پیش عوض شده، خیلی روابط پیچیده تر شده. یعنی حتی تو آکمنترین و خصوصی ترین روابط هم پیچیدگی های عجیبی پیدا شده. الان مسائل مربوط به زنان دیگه مسائل مربوط به زنان 1000 سال پیش نیست، خیلی پیچیده شده، روابط اجتماعیش، اقتصاد، هرچی. ولی خب امام معصوم که بین ما نیست که این اختلافات رو حل کنه، بگه که داستان چیه. خب یه بعدش همین بود که ما نمیدونیم، اما اونو من قبلا گفتم تو صحبت‌های قبلی. اما چیزی که الان میخوام بهش اضافه کنم اینه که همین باعث اختلاف نظرهای جدی بین آقایون علما میشه. ببینید اختلاف نظر یه وقت در حد این هست که مثلا فرض کنید مسح سر رو از کجا تا کجا بکشی، این اختلاف 100 تام بشه به جای بر نمیخوره، درست؟ چون در حوزه شخصی حالا مثلا یه خورده بیشتر کمتر بکشی به جای بر نمیخوره. اما یه وقتا این اختلاف نظرها در مسائل بسیار اساسیه که میتونه یک کشور رو کلا نابود کنه یا سعادتمند کنه، ریسک بسیار بالا میره. مثلا ببینید از زمانی که مدرنیته وارد کشور شد، وارد جوامع سنتی و متدین شد، یک بحران و یک اختلاف نظر جدی که بین آقایون علما پیش آمد سر همین بود که اصلا مدرنیته رو بپذیریم یا نپذیریم، مدرنیته چیز خوبیه یا بدیه. هممون شنیدیم دیگه. یعنی ببینید واقعیت بیرونی گفته اینو برای من گوارا نیست، منم اذیت میشم، ولی باید واقعیت رو گفت. شما نگاه کنید آقایون علما در مواجهه با مدرنیته چجوری عمل کردن؟ جز این بود که همیشه دستمال کاغذی دستشون بوده، مثل اینکه اشت آلوده رو میخوای برداری، یعنی نتونستن استقبال کنن. خب یه عده‌ای البته کمتر بودن که پذیرفتن، ولی اکثریت چطور نتونستن باش کنار بیان. مثلا فرض کنید شیخ فضل الله با مدرنیته مسئله داره، دقت میکنید؟ اون باعث میشه که اصلا جلو مشروطه بیسته، چون مشروطه در واقع یه فراورده عصر جدید هست، به سمت پادشاهی میل میکنه. چرا؟ چون یه پدیده سنتیه. ببینید این اختلاف نظر میتونه کمر و امت رو بشکنه، که شما نگاهتون در این مسائل کلان چی باشه. الان چه جای دور میره، اصلا این تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت چقدر اختلافی بین علما. اکثریت علما قبول نداشتن دیگه، اکثریت علما اصلا همچون شأنی رو برای فقیه قائل نبودن، اونقدر براشون محرز بود که خیلی وقت ازش بحث هم نمی کردن. خیلی جالبه، اونقدر براشون محرز بود که حتی ازش بحث نمی کردن خیلی وقتا. گفتم مشخصه این کار ما نیست، که مثلا ما همچون مأموریتی نداریم. همون تعبیری که
مرحوم صاحب جواهر داره، همون جایی که یه تعبیری داره که کسی که ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه اصلا بوی فقه به مشامش نخورده، که بعضی همین یه جمله رو برمی‌دارن میگن ببینید ایشون معتقد به ولایت مطلقه فقیه بوده، در حالی که درست پاراگراف بعدیشو نمیخونن که ایشون میگه که منظور من چیه، منظور من بحث ولایت در حوزه قضاوته که آیا محدود مثلا فرض کنید به یه عرصه‌ای هست یا عرصه دیگر. ایشون در ادامه توضیح میده خودش، میفرماید که البته یه سری عرصه هایی بوده، عرصه های کلیدی و مهم، چون اهل بیت میدونستن ما در عصر غیبت مورد ابتلامون نیست و از عهدهمون بر نمیاد، اونها رو به ما ندادن، مثلا حکمرانی، مثل فرماندهی لشکر، مثل نمیدونم چه و چه و بحثای حاکمیتیشون میشمره، میدونستن اینها در عصر غیبت نه از ما برمیاد، نه توانشو داریم، نه جامعه آمادگیشو داره. خب اگه جامعه آمادگی، ایشون میگه اگه جامعه آمادگی داشت که امام نمیرفت، اگرم داشته باشه که برمیگرده. ببین خیلی جالبه، یعنی شما اصلا مفروض میگیری، اصلا اونجام که میگه که ولایت فقیه رو من قبول دارم، اصلا اینو مفروض گرفته که من ولایت فقیه که میگم منظورم عرصه حکمرانی نیستا. خب این یه دیدگاهیه که اکثر فقها این دیدگاه رو داشتن، حالا یه بعضی از فقها هم دیدگاه خلاف اون رو دارن. این اختلاف نظر کم چیزیه، فرق نمیکنه کدوم رو درست یا غلط بدونید، کمر شکنه. اگر بگید که نظریه ولایت مطلقه فقیه که مثلا شاذم هست این درسته، معناش اینه که ضربه کمر شکنی به دنیای اسلام وارد شده که ما این 1200 سالو نرفتیم سمت این. خیلی فرصت های طلایی تر از اون چیزی که در سال 57 پیش اومد در گذشته میشه پیدا کرد. اگرم این نظریه رو قبول کنید که به نظر ما هم همین درسته که ولایت فقیه غلط این نظریه و همچون ولایتی وجود نداره، یه دیدگاه دیگه، معناش اینه که الان گرفتار فاجعه شدیم. میشه مصداق اون روایت که میفرماید که این قیام اگر اتفاق بیفته تنها یه ثمره داره، اونم این که بر گرفتاری ما اهل بیت و شیعیان اون اضافه میکنه. همین چیزی که الان تو این 46 سال دارید میبینید که مردم رو به اصل دین بدگمان کرده، یعنی باعث شد که مردم فکر کنن که نکنه قضیه مثلا ولایت اهل بیت هم که میگن یه چیزی شبیه این بوده، نکنه امام حسین هم که میگفتن یه چیزی شبیه این بوده، این نکنه ها باعث شده که همه شک کردن و حتی این بغضه هایی که ایجاد کرده، این ناکارآمدی ها باعث شده که دوچار گرفتار یه لج بشن، یعنی حمله هایی به دین بکنن که اگر این حکومت نبود هیچ وقت اون حمله ها رو نمی‌کردن، یعنی اصلا انگیزه شو نداشتن، یعنی حسابی انگیزه سازی کردیم برای حمله به دین. خب ببین این اختلاف نظرها مهمه. شما بیاید تو بحث‌های اقتصادی، اصلا یه عده میگن که بانکداری اسلامی بشو نیست، این مثل این که میگید که چجور خوک رو ذبح شرعی بکنیم. آخه با خوک ذبح شرعی نمیشه که. دقت میکنید؟ بحثی که از این اختلاف نظر، بعضیا میگن که نه میشه همین بانکی رو به مفهومی که در دنیا وجود داره اینو اسلامیش کرد، البته با درصدهای 20-30% سودی که میگیرن. یه عده میگه با ماهیت این ربوی، اصلا ساختار این بر خلق پوله. خلق پول یعنی بالاتر از ربا، این دست بردن رسما تو جیب مردم، یعنی تو این شیر هی آب میریزی که حجمش بره بالا که سهم تو بیشتر بشه. ببین الان چقدر پول بیارزش میشه چون خلق پول میکنن، یعنی الکی اعتبار میکنن این پول حجمش بیشتر میشه، مزهش کمتر میشه، یعنی ارزشش کمتر میشه. میگم با اصلا ماهیت بانکی که الان تو دنیا هست همینه. شما چجوری میخوای اینو اسلامیش بکنی؟ اینم یه دیدگاهیه. یا مثلا در حوزه زن، این که این خانم ها میتونن وارد فعالیت های اجتماعی و سیاسی بشن یا نباید تو در خانه بمانن، این خب اختلاف نظر وجود داره. حالا اگه وارد فضای سیاسی شدن تا کجا، نماینده بشه، وزیر بشه، یا مثلا میتونه رئیس جمهور، رهبر بشه، دوباره اختلاف نظر وجود داره. یعنی مسائل کلیدی، اینا مسائل دم دستی نیستن و همینها فلج کردن. ببینید الان خیلی جالبه، 46-47 سال انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، با این حال حوزه علمیه با جمهوری اسلامی همراهی نمیکنه، یعنی اساتید بزرگ حوزه همدلی نمیکنن. یعنی این اختلاف نظرها اینجوری استکاک ایجاد میکنه، میگه من قبول نداشتم، من اینو شنیدم که بعضی از اساتید مطرح حوزه که از اساتید تراز اول حوزه هستن، وقتی مسائل جدید مطرح شد میگفتن خودشون انقلاب کردن، خب خودشون برن جوابشو پیدا بکنن دیگه. اصلا میگه من قبول ندارم این سیستم رو. خب این باعث میشه که اونی که رفته تو کار تنها میمونه.
دقت میکنید؟ یعنی اون کسی که میخواست این کار رو شروع کنه باید به همه این ابعاد قضیه توجه میکرد. اینا چیزایی این که شما نمیتونید منهای اینها دلیل عقلی بسازید، چون دلیل عقلی بازم تاکید میکنم رو عینیت‌های خارجیه. دلیل عقلی که مفهوم ذهنی نیست. وقتی شما میخواید بگید که مثلا یه کاری خوب است یا بد است، جز اینه که باید آثار عینی اون رو لحاظ بکنید بگید که خوب است یا بد است. باید بگید این غذا خوبه یا بده. این باید دقیقاً ببینید برای چه مخاطبی، بچه است، میان سال، بزرگ، پیر، زن، مرد، طبعش چیه، باید متناسب با اینها بگید دیگه. این اصلا واقعیت احکام عقلی اینجوریه، این که تعبد نیست. شما وقتی میخواید حکومت دینی رو مطرح کنید دقیقاً باید به همه اینها فکر کنید. در کدوم جامعه، در کدوم عصر مدرن نیست، با کدوم حوزه، با کدوم علما، با کدوم علم، با کدوم توان اجرایی، باید با همینا رو فکر کنید. من جالب هست که مناظره‌ای داشتیم، من اینا رو مطرح کردم، دیدم بعضیا میگفتن که شما بحثتون علمی نبود. یعنی بحث علمی از نظر اونها یعنی که یه بحث ذهنی محض. بگید که بالاخره تنزل تدریجی دیگه وقتی معصوم نیست یه مرتبه پایین‌تر، مثلا 100 مرتبه پایین‌تر، باز این بهتر از اون یکیه. یعنی در همین حد ساده انگارانه. ولی وقتی میای باز میکنی که آقا موضوعی که تو داری بحث میکنی و میخوای حکم عقلی روش سوار کنی اینه، اتفاقا بحث علمی اینه، اون یک توهمه. چون شما بحثتون بحث فلسفی ماورایی و احکام وجود و عدم نیست که، بحث شما عقل عملیه و یعنی بحث وجوب یا در واقع ولایت مطلقه فقیه یا نفی اون، وجوب تشکیل حکومت دینی یا حرمت یا جواز اون، اینا احکام عقل عملیه. اینا که عقل نظریه محض مثل بحث‌های فلسفی نیستن که بگید در حوزه ذهنن. عقل عملی دقیقاً دست میگذاره رو عینیت‌های خارجی، میگه که این خوب است به این دلایل، باید تو بیرون نشون بده این رو. این باید بتونه نشون بده تو عینیت که من این تأثیر رو دارم. بنابراین اتفاقاً کسی که در حوزه عقل عملی وارد اون عینیت‌ها نمیشه و صرفاً بر اساس یک سری ذهنیات پیش بره، این اصلا بحثش علمی نیست، این توهمه. عقل عملی تو عینیت‌ها باید تحلیل بکنه، اثر خودش رو بتونه نشون بده و ازش دفاع بکنه. من فکر میکنم به این مقداری که به موضوع پرداختیم، میخوردم طولانی شد، کفایت میکنه. باز عزیزان تأکید میکنم فارغ از حب و بغض‌ها، فارغ از علایق یا خشمها، این مسائل رو ببینید. اگر باز سوالی مطرح بود انشاءالله من در خدمت عزیزان خواهم بود و السلام علیکم و رحمت الله.